این نمایش شما را با موضع‌های سیاحی و یادگاری‌های تاریخی کشورمان شناس می‌کند. امروز ما به ناحیه اشکاشیم سفر خواهیم کرد. این ناحیه 27 اکتبر سال 1932 تأسیس یافته است. مرکز این ناحیه دهه اشکاشیم است که 104 کیلومتر جنوبتر از شهر خاروخ در کناره رود 5 جای دارد. در سالهای حکومت شوروی در حیات ولایت مختار کوهستان بدخشان ناحیه‌های روشان، برتنگ، شغنان، رشتقلعه، وخان و مرغاب تأسیس می‌یابند. سال 1935 ناحیه وخان به ناحیه‌های وخان و اشکاشیم جدا می‌شود. سال 1948 ناحیه‌های وخان و اشکاشیم متحد کرده شده ناحیه اشکاشیم تأسیس داده می شود. ناحیه اشکاشیم در میان قطارکوه‌های رشتقلعه و اشکاشیم و وخان واقع است. در شمال غرب با ناحیه شغنان، در شمال با ناحیه رشتقلعه، در شرق با ناحیه مرغاب و در جنوب با ولسواری‌های اشکاشیم و وخان ولایت بدخشان افغانستان هم مرز می باشد. از شمال شرقی ناحیه اشکاشیم به شمال غربی آن رود 5 گذر می کند. در این ناحیه بخشی کشاورزی رشد کرده است و مردم به زراعتکاری و باغداری مشغولند. جنگل و مرغزاران اینجا نیز خیلی زیادند. اشکاشیم را پیش از همه با چشمه‌های شفابخشش از قبیل گرم چشمه، افج و بیبی فاطمه زهرا میشناسند. محض آب شفابخش این مکان سبب شده که سیاحان زیادی همه ساله سیر اشکاشیم میکنند. اشکاشیم مکان قلعه‌های تاریخی نیز هست. قلعه یمچون و قهقهه با وجود تاریخ قدیمه داشتن حالا هم پابرجایند. کمی بالاتر از قلعه یمچون قلعه بودایی ورنگ را میتوان مشاهده کرد.
این یادگاری را محققان به عصرهای 6-4 پیش از میلاد محسوب می‌دانند. در این مکان همزمان نقش‌های روی سنگ را نیز می‌توان مشاهده کرد. این نقش‌ها در آسیای میانه یگانه اند و نظیر ندارند. اشکاشیم از زمره ناحیه‌هایی است که همه ساله سیاحان زیادی به تماشای آن می‌آیند. در آب‌های شفابخشش تبابت می‌گیرند و یادگاری‌های تاریخی این مکان تأثیراتی دیگری می‌بخشد.